میدی؟ کلاس دارم. صحبت‌های جلسه قبل استاده که ضبط کردم. کلاس چیه؟ کلاس رو ول کن. از سفارت ایمیل زدن که ویزاهاتون آماده است. برای یه سفر بریم بگیرینشون. نمیخواد. نیلگام همه کارا رو میکنه. پیکاپ ویزا هم داره. میرن واسمون میگیرن. عالی. من دیگه برم تا غیبت نخوردم. گفتم چه کلاسیه؟ چند وقت شبا دیر میایا؟ از این مدیریتیاست. مدرکشو بگیرم ارتقا شغلی داره برام. عجب. من رفتم. قبل شام برمیگردم. بای بای. این مشکوکه. ولکن مامان. یه بار تو عمرش خواسته کار علمی بکنه. من میشناسمش. حتما برنامه مهوش پریوشی چیزیه. کوتاه بیا. کوتاه نمیام. حاضر شو بریم دنبالش. باش. دیدیم واقعا آموزشگاه بود؟ برگردیم دیگه. نه وامیستیم تمام شه ستایی به هم برمیگردیم. قفلی زدینا. بذار تعطیل شن. حالا میبینی کلاس مختلط بوده، دست و دست یه حوری میاد بیرون. باش. زنگشون خورد. بیا یه مش سیبیلن همشون. عجیبه. سلام. اومدیم دنبالت. بابا دمتون گرم. کیف منو بگیرین من برم بستنی قیفی بگیرم با هم بخوریم. بی خود بدبین شده بودینا. پدر به خوبی. بذار گوشیشو چک کنیم ببینیم تو کلاس چی درس میدن. سیبیلا سلام. سلام. جلسه سوم کارگاه‌های چند همسری رو شروع میکنیم. یوهو. آخ جون. استاد زنای دومو کی بین بچه‌ها پخش میکنید؟ مثلا کم میندازه واسه من. هفته پیش متد ناصرالدین شاه رو درس دادیم. این هفته میخوام بهتون یاد بدم چجوری زن اولتون رو خر کنید. بعد کلاس اول از همه برین واسه شون بستنی بخرید. من برم مامان. بستنی چه طعمی بدم؟ شکلاتیشو بدم، وانیلشو بدم، زعفرونی، توت فرنگی، موز، آناناس.